کلیوال از بکن گوشتاله در کنترول امان پلوان با سوالی از به حاجی صاحب امان کلیوال قرار داره گوشتاله 5000 افغانی سالم در طرف رئیس احمد طارق صدیقی و آخر و جمعه می آمده دستکشی آخر سال می باشد دوستان و علاقمندان مطلع باشد آخر پروانه از طرف رئیس احمد طارق صدیقی 5000 افغانی سالم دارد هر پلوانی که گوساله را خط برسانه از طرف رئیس احمد طارق صدیقی 5000 افغانی داده میشه و از طرف محترم رئیس نقیب الله خان ناصری رئیس فدراسیون دستکشی ولایت کندوز مهمانانی که از جاهای دور نزدیک اینجا تشریف آوردند تا که کوالیشن خوش آمدید به خیر مقدم میگیرد اسپرانی بند ندارده برادروار ہے کلی بیدارا امان رئیس صاحب احمد طارق صدیقی بین خط آخر 5000 افغانی سالم دارد سر امان سر بگم گوساله در کنترول امان پلوان شاهین باسواری از به حاجی صاحب امان الله کلیوار قرار دارد کش کنین چابندازا یادی او سم امان سر دار شجانه کش کنین چابندازا پلوان امان اسماعیل ये बड़ा था पलवान अमानी शाहीन सवालियात में हाजी साहब अमानुल्लाह कलीवाल